وطندارای گل سلام برسه. من جاتی افغان با یک خدمت دیگه برای هموطنان ما دیگه. امروز بسم الله جان مریض است، دیدن بسم الله جان آمدیم. سلام بسم الله جان. سلام آقا نجات، خوب خوش هستین؟ آمدید. سلام بر تشکر. شما، سلام بر بیننده های عزیز که ما را از هر گوشه به دنیا که بیننده هستند سلام برشان تقدیم شود. دیگه چی حال داره آقا نجات؟ شکر بسیار جات بخیر خوش باشید. آمدید. چطور از مریضیتان؟ شکر است الحمدلله مقصد میگذرانیم. دیگه بسم الله جان چقدر وقت میشه که تکلیف دارین شما؟ ما مدت 3 سال میشه که مریض هستم، گرده خدا فلج کردیم. این تو وطندارای گل سال کنین گرداش از دست دادگیست. وطندار ما دیگه در ماشین کشال هسته دیگه. چقدر وقت میشه بسم الله جان در این مرض مبتلاسی؟ مدت 3 سال میشه که ما گردم فلج شده است. خب در دیالیز میشم. من تو هر شبانه 10 ساعت در دیالیز بسته هستم. خب دیگه دستم که میشم دیگه از این سیرنا که بستم میکنم تخت به پشت باید دارم تو 10 ساعت خواب باشم. ایتو کسی کوی داری مثلا که تو کمک شوه؟ دیگه اینجا کسی کوی از این بچه دو هموطنای عزیزی که در اتاق زندگی میگه قدشان قد که اونا بودن یک تا بالا قد ما چیز میکردن دیگه اونا هم رفتن دیپورت شدن. اکثرتشان کسی نموندن اینجا بجز خاله جان پیشم از فعلا کمی خدمت ما را کردن تا والد خدا خانهشان یارش. آباد. دیگه بیا خداوند که کمک شوه دیگه. مزد 3 سال میشه میتاسی. حالا هر جای چیگه مدت 3 سال میشه چند تا هموطنانی که یوتیوبر بودن از قبیل آقا بیادر برشان پیام آمدیم، تصویر ایدان برش رای کردیم. دیگه صدای ما را شنیدن حتی هیچی بر ما وعده دروغین دادن نامدن. دیگه برای اما این افغان هم تو دیگه شیشتیم صبر خدا کردیم دیگه. اینمی دواست اینمی اتاق می است. آمده خبر تا میگرفت خواست برات خب پول خونه میداد. گفتم برش ما از خودت پول نمیخوایم، یک دیگه که ما رو بگیره ما تنها پرت که ببینم امی کسایی که میتونه واسه کمک برای ما داشته باشم دست ما رو بگیره که ما از این وضعیت خلاص شویم. خسته شدیم 3 سال میشه والا خسته شدیم که این عملیات ها گذشته سر ما که 4 عملیات گذشتانیم. نامزاد هم هستی؟ 5 سال میشه که نامزاد هستم زنه. مالا خیلی مشکل است. بود اینجا خداوند که نه کمک کنه. کملیگی داریم نه اسنادی داریم. به خدا بیرون که میبرم پلیس پیش میکنه. 2 دوره کم بردگیست مرا، 5 دوره پلیس گرفتگیست. یعنی وضعیت رو که میبینم میبره کم هم بردته؟ کم هم بردگیست. اونجا میبره یک شب دور میته وضعیت که سعی میکنه چک ما مریض هستم خود پس میگیره دی وضعیت که از طرف میگیره پلیس هم میبره. پلیس هم آی برای میگیره. خدا ترس خدا نداره؟ نمیگه که بیچاره چرا خم کاش که گرداش دست نرمال دادگی میگیرن عملیاتی است. تو یک پدکه یا رقم وضعیت خراب میگیرن که حالا دل تزمی زندگی سیام میکنی مریضیت کرد سر بر صورت که پتکه دیگه که میکنه سر ایران میمونه بی. کدام ماشین برده بود؟ او یک دفعه این ماشین کلان قطع اینم دوا پیش ما بود. این میره شوبار کنده موتر گرفته بردن مرا. والا خدا من رحم کنه دیگه. ما جگر خون شدیم به خدا. بسم الله جان. چطور دیگه خدا من کت کمک شود دیگه. بیادر در خدمت است دیگه. نیا کل سیرون است دیگه. یا دواست کلان سیرون است دیگه. نمی سیرون است که دیگه. استفاده میکنیم. اینمی یک تاشه دیگه بند میکنی دیگه 10 ساعت. 10 ساعت بند میکنی. 2 تا داره داخلش. 2 تا اینجا داره. یک تا از کاردانای دیگه میکنیم که خودتره بود. 2 لیتر رو میه اون بستن میکنم. این دوای دیگه هم از دیگه. یا گولی است یا گولی میخوریم. گولی هم است که میخوریم روزانه. خب این وطندارای گل دیگه. بسم الله جان در چقدر وضعیت خراب قرار داره دیگه. وطندارای گل این مستحق است در کمک شما. لازم داره چی در داخل هستی چی در خارج هستین. 1 روپیه میکنین 10 روپیه میکنین خداوند پاداشش براتون میده، خیرش هم میده. این جوان است باید دست زیر بگیریم که خدا ناکرده دست ندیم. نامزاد هم است دیگه. وطندارای گل هر وقت که میخواستیم بسم الله جان لمبرش پشماز براتون میدیم، آدرس خانهشون میدیم. در یک قریه جا در یک جای دور ترکیه استانبول غلطیدگی بیچاره دیگه. از شما خواهش از 1 روپیه میکنین 10 روپیه میکنین لطفا کتازی کمک شوین. وطندارای گل خواهش میکنم دیگه. کلام گفتنی دیگه داشته باشه بسم الله جان ما در خدمت است دیگه بازم تشکر میکنم از خودت از هموطنانی که وی ما رو میبینن. از هر جای تشکر از اونایی که ما رو کمک کنن حمایت کنن که ما از این وضعیت برایم. بازم تشکر از خودتان که امید نوال ما رو گپ نیست. خواهش میکنم. دو پیر عملیات شدی بسم الله جان؟ دستم این دست ما عملیات شدگی یک چیز پیستول میگه در ترکی من نمیفهم که چی است. همینجا گذاشتگی است که دوره که ماشین خراب میشه بعد میرم شفاخانه برای در شفاخانه از دستم بند میکنن در ماشین دیگه. گفتی یک پیر نافهمیده مرا عملیات کنن.
شکم یک دفعه نافهمیده عملیات کردن اشتباهی. کسی کوی نبود در بالای سرم، کسی نیست که از کسی از خودم باشه که بود. اسنادم نداری؟ اسنادم ندارم. دم شفاخانه از شکمانو چیر کردن. از دوباره کوک زدن. میگم چرا تا کار میکنین؟ من کسی کوی رو ندارم. میگه برو خیر است جوان، از جور میشی. والا بسیار جگر ما خون شد دیگه. خداوند کد کمک شود دیگه. چیزای واسه تمام رسید از خودم کد کمک میشم دیگه. خداوند در دربار خود را شفا بده، به هیچ کسی محتاج احتیاط نشی دیگه. دوستام گفته که همکاری میکنن در نکاس دیگه. که لطیف تشکر که کتش کمک شده دیگه. وطندارای گل دیگه جوان است، نامزاد است، در قشلاق در شهر غربت در ترکیه غلطیدگی است. لطفا در کمک نیاز داره، کتش کمک کنین. آدرس خانهش میخواین، نمبر تلفنش میخواین، من میتم بیاین خبرش بگیرین، از وضعیتش ببینین، باز کتش کمک کنین دیگه. جور سلامت باش دیگه. کدام گفتنی داشته باشیم ما در خدمت دیگه، وطندارا در خدمت. باز بسم هم الله جان. تشکری میکنم دیگه. هیچ گفتنی دیگه خاص ندارم. جور شادمان باش دیگه. دیگه وطندارای گل لطفا دور شیر کنین، زنگولگه که بزنین دیگه هم وطنا ببینه دیگه، کمک شو کده. بسم الله جان. دیگه وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدارتان. تشکر. خداحافظ.